در همین طول تاریخ ما 13 بار صاحب دولت ملی شدیم. 13 بار. و همین 13 بار به سبب نبودن فکر ملی، به سبب فکر دینی که ما همه برادریم، کدام ملتی باشه ما همه یکیم، بگذار کدامشون، به همین فکر 13 بار دولتداری ملی را از دست دادیم. و سامانیان میگن علمای عزیز، امامان، خطیبان، فقیهان جمع شوید، یک فتوا دهید، همین مردم دولت ملی را حمایت کند. از صحرا قیپچاقیان و قراخانیان هجوم کرده است. ای علما جمع میشن میگن که ببین همون قراخانی هم کلمه شهادت میگه، همون ترکای قیپچاقی هم لا اله الا الله میگه، چیزی دیگه جهاد میکنی؟ این تفکر. و هیچ کس نخست، دولت سامانیان رفت از دست. اگر همین تفکر دولت ملی ما، پناهگاه ما، این یک حریم است، جای برادری، جای مهمانداری، جای او خیلی همدلیان است. یا که قرقیز در هجوم میکنند، شما که خیلی قرقیز هم مسلمان، اما قرقیز هم لا اله الا الله میگه، چی جهاد میکنی، چی حمایت میکنی؟ با این فکر نمیشه دولت داری کرده. بنابراین معلم است، کارگر فرهنگ است، کارگر دولت است، دوملا است، امام است، صاحب مسجد است، کسی هست مسئله دولت ما امروز مسئله رقم 1 است. بنابراین در دولت گذشت نیست، در مسئله دولت ما این است که ما با نام خیلی احساسات در باید دولت گپ بزنیم. پس آمدن این تفکر یعنی از بین رفتن دولت ملی با از همین رو معن کردن این گروه ها، مبارزه با این گروه ها. پیش از آن فقط مسئله امنیتی، ترتیبات جمعیتی یا مسئله فقهی و شرعی و بحث دینی نیست. این پیش از آن مسئله بود و نبود دولتداری ماست. یعنی مبارزه با افراطگرایی و تروریسم این روز فقط مبارزه امنیتی نیست، این یک مبارزه یا حقوقی طبیعی ملت تاجیک برای تامین بقای دولتش و برای تامین خودش است. این خطر دیگه به یگان ترتیبات نیست، به خود ملت است. از این رو ما میگیم که هدف غایوی این گروه ها با موجودیت دولت ملی ما سازگار نیست. بنابراین من میکنیم. این استاد گفتن که مردم بسیار مهمان دوست، همه درها باز، همه چهره ها باز، همه استقبال مهمان مشهور با روایت های مهمانداری. ولی یک مهمانی اگر یک روز خانه شما بیاد بگید که برادر عزیزم بیگم رو جوته، وقتی صحبت میکنه چای آوردید، نان آوردید، میگه که مقصدی من از مهمان شدن در خانه تو همین است که تا سحر باید خانه‌ات رو از خود کنم، خودت رو نابود کنم. شما که میبخشید ما مهمان دوست هستیم، لیکن این هدفی تو با موجودیت من سازگار نیست. این همین گروه افراطی هم خیلی در نظام نامش نوشته که دولتی تو رو قبول ندارم، ملت تا قبول ندارم، هستی تا قبول ندارم، استقلال تا قبول ندارم، تو باید زیر زبانی من، فرهنگ من، اندیشه من باشی، دولتت باید یک دهه خلافت من باشد. ولی ما به کدام عقل رو میگیم مرحمت بیا؟ برای معن کردن گروه ها این مسئله دینی نیست دیگر، مسئله امنیتی نیست، مسئله فرهنگی نیست، مسئله حیاتی بود و نبود این ملت و این دولت است و ما برای حق داریم که این را اجازت ندهیم. درست است؟ خب حتما چرا برای دولت ما اینقدر با احساس گپ میزنیم؟ چونکه اگر همچون ملت اندیشیم، مسئله دولت برای تاجیکان مسئله رقم 1 است. مسئله رقم 1 یگان مسئله مهمتر از دولت امروز نیست. چرا؟ چونکه ما اگر یکم خیلی سیری لحظه‌ای تاریخی یک چشمه پوشیم ببینیم ما چه دولت ها داشتیم، چه قدرت ها داشتیم، چه سرزمین ها داشتیم، چه فرهنگ و تمدن داشتیم. نیمی جهان در اختیار ما بود.
یک همی دولت سامانیان 3 میلیون کیلومتر مربع حدود داشته است. 3 میلیون کیلومتر مربع. اکنون امروز فاجعه ملی ما چی است؟ ما همگی یک فایزی خاک تاریخی ما در دست داریم. همگی یک فایز. یعنی حدود جمهوری تاجیکستان همچون دولت ملی تاجیکان حتی یک فایزی خاک دولت ساسانیان نیست. انا مهمانداری. بنابراین ما میگیم که این یک فایزه که ما امروز در دست داریم، این آخرین شانس، آخرین جزیره است که تاجیکان در همینجا پناهگاه یافتند. این آخرین امکانیت است که ملت تاجیک میتونه صاحب دولت باشد. این دیگر جای فروختن، دادن، معامله کردن، گذشتن، مهمان قبول کردن ندارند. این آخرین شانس ماست. اگر همین یک فایز هم از بین رود، از دست رود، ما دیگر جای نداریم برای بودن همچون ملت. این در شمال از تاجیکستان در همین 100 سال اخیر 20 میلیون تاجیک تمام شد رفت. هر کی تاریخ داند میدونه. در جنوب احوال تاجیکا در زیر این نظام قبیله‌ای که شده است چی است میدونیم. بنابراین تنها جایی که تاجیکان همچون ملت میتونن آرمان‌های ملی، ارزش‌های ملی خود را تطبیق کنند، همین جمهوری تاجیکستان است. یعنی یک فایزی که باقی مانده است. بنابراین این دیگر حفظ جمهوری تاجیکستان طوری گفتم این مسئله حیاتی است. مسئله سیاسی و تندرستی فرهنگی ایدئولوژی نیست، مسئله حیاتی است برای تاجیکان و این آخرین شانس باید از دست نرود. و چون صحبت از علمای دینی رفت، من یک چیز را یادآور میکنم که اخیراً یک مقاله بسیار مهمی از اکادمیک یتیموف بود که در اونجا یک نکته بسیار ظریف حضرت ها اگر توجه کنید، این اتهام به شما نیست، این هشدار به همه ما. در اونجا یک حرف مهم بود، گفتن که در همین طول تاریخ ما 13 بار صاحب دولت ملی شدیم. 13 بار. و همین 13 بار به سبب نبودن فکر ملی، به سبب فکر دینی که ما همه برادریم، کدام ملتی باشه ما همه یکیم، بگذار کدامشون، به همین فکر 13 بار دولتداری ملی را از دست دادیم. این مثلا دولت سامانیان یک دولت بزرگ ملی ما در همین اوج سامانیان هجوم قراخانیان شد و سامانیان میگن علمای عزیز، امامان، خطیبان، فقیهان جمع شوید، یک فتوا دهید، همین مردم دولت ملی را حمایت کند. از صحرا قیپچاقیان و قراخانیان هجوم کرده است. ای علما جمع میشن میگن که ببین همون قراخانی هم کلمه شهادت میگه، همون ترکای قیپچاقی هم لا اله الا الله میگه، چیزی دیگه جهاد میکنی؟ این تفکر. و هیچ کس نخست، دولت سامانیان رفت از دست. اگر همین تفکر خود چون میگه که خیلی بگذار و نمی طالبان یک امیرالمومنین آخوند هیبت الله آخوندزاده امیرالمومنین کلمه شهادت میگه، لا اله الا الله میگه، اینا صلاح میگیریم پایانداز میکنیم مرحمت بیا، این خیلی نمیشن. دولت ملی ما، پناهگاه ما، این یک حریم است، جای برادری، جای مهمانداری، جای او خیلی همدلی نیست. یا که قرقیز در هجوم میکنند، شما که خیلی قرقیز هم مسلمان، اما قرقیز هم لا اله الا الله میگه، چی جهاد میکنی، چی حمایت میکنی؟ با این فکر نمیشه دولت داری کرده. بنابراین معلم است، کارگر فرهنگ است، کارگر دولت است، دوملا است، امام است، صاحب مسجد است، کسی هست مسئله دولت ما امروز مسئله رقم 1 است. بنابراین در دولت گذشت نیست، در مسئله دولت ما این است که ما با نمی خیلی احساسات در دولت گپ بزنیم.